سلام بینندگان عزیز، ساعت به وقت شهر پراگ رسید 10 است. حالا فرصت اعلان سرخط موضوعهای برنامه خبری امروز فرا رسید. تفصیلات این و گزارش‌های دیگر را در برنامه اخبار آزادی ساعت رسا 1 در پخش مستقیم و هم ثبت آن را در صحیفه آزادی ویدیو در شبکه اجتماعی یوتیوب میتوانید تماشا کنید. در روز دوم مناقشه در مرز تاجیکستان و قرقیزستان باز یک کارمند وزارت کارهای داخله زخمی شد. وزارت میگوید زخمی شده کارمند میلیسه واروخ است و از تیر ساچمه کمان شکاری جراحت برداشته است. این دومین کارمند وزارت کارهای داخلی تاجیکستان است که در مناقشه مرز با قرقیزستان زخمی شد. در روز اول زد و خورد جلال‌الدین قرایوی 52 ساله آموزگار تاجیک کشته شد. بیننده ارجمند در برنامه اخبار آزادی درباره وضعیت کنونی واروخ و مرز تاجیکستان با قرقیزستان برایتان مفصل اطلاع خواهیم داد. روبل میفرستیم، سامانی میگیریم. بیننده ارجمند، ما از مهاجران کاری تاجیک از روسیه به این مضمون پیام های زیاده میگیریم که آنها به تاجیکستان روبل میفرستند، اما بانک ها با قرب خیلی پایانتر از بازار آن را تبدیل کرده به نزدیکانشان میدهند. امروز در شهر دوشنبه بانک ملی تاجیکستان سبب به سامانی تبدیل و پرداخت کردن پول‌های انتقالی مهاجران کاری تاجیک را شرح داد. منتظر باشید، در برنامه اخبار آزادی گزارش در این باره خواهیم داشت. برنامه را ببینید و از زبان خود مسئولان بشنوید که چرا قسمی از مبلغ‌های فرستاده شما در نیمه راه کم می‌شود. در ادامه هم گزارش داریم مربوط به نیروگاه سنگتوده که در آغاز قرار بود با پل‌های مردم ساخته شود. به این منظور حکومت هنوز سال 1996 با نرخ 3000 روبلی واحدی اسعار آن وقت به مردم سهمیه فروخت، هرچند در نهایت این نیروگاه نه با پل‌ها بلکه با سرمایه روسیه ساخته شد. همکنون امانت بانک هر یکی از این سهمیه ها را که همگی 10 سامانی باز حسابی شدن از مردم باز پس می‌خرد. تا به حال از مردم چه مقدار سهمیه خریده شد و مهلت باز خرید سهمیه ها تا کی است؟ در برنامه اخبار آزادی برایتان خواهم گفت. نوبت‌پایی ساکنان برای گرفتن شناسنامه نوی پلاستیکی در تاجیکستان هنوز ادامه دارد. رمضان رحیمزاده وزیر کارهای داخله گفت مسئله تمدید مهلت گرفتن شناسنامه‌های نو در دستگاه اجرایی پرزیدنت در حال بررسی است، هرچند اعتراف کرد برخی از کارمندان میز شناسنامه‌دهی را برای سهلنگاری مجازات کرده است. همکاران ما در شهر دوشنبه به یکی از چنین میزهای شناسنامه‌دهی رفتند تا از نزدیک ببینند که ساکنان با کدام مشکل‌ها روبرویند. بیننده گرامی، هفته قبل ما در برنامه اخبار درباره مرگ سراسری ماهی‌ها در دریای شینگ پنجکند گزارش داده بودیم که برخی از ساکنان تخمین می‌زدند از تاثیر کارخانه آهک چینایی ها در این موضع مردند، هرچند مقامات تا به حال سبب اصلی این حادثه را مشخص و اعلان نکردند. حادثه مشابه در ولایت نارین قرقیزستان رخ داد. در این موضع چاروا از جمله گوسفندان زیاد مردند. چارواداران این مکان میگویند احتمال چاروا از زهری که از کارخانه طلای چینایی ها در این موضع خارج می شود مرده باشند. همکنون ساکنان دست به اعتراض زده از حکومت طلب دارند سبب‌های اصلی مرگ گوسفندان را معین کنند. این گزارش را هم در برنامه اخبار جا دادیم. پس از کمتر از 3 ساعت شما آن را میتوانید ببینید. بیننده ارجمند، ما هر لحظه خبر و حادثه های تاجیکستان و جهان را پیگیری میکنیم و اگر در این فاصله وقت حادثه و یا نوگانی تازه رخ داد حتما شما را در برنامه اخبار با آن آشنا می‌سازیم. تا کمتر از 3 ساعت ما را در پخش زنده در صحیفه آزادی ویدیو در یوتیوب و صحیفه های رادیو آزادی در فیسبوک اتنا کلاسیکی همراهی کنید.